میدون سیاحان. میدون سیاحان. سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. من مرتضی هستم و امشب قرار با هم گردشی داشته باشیم در خیابان تختی رشت. امروز چهارشنبه 24 بهمن ماه و ساعت حدود 6:30 غروب. به درخواست عزیزان تصمیم گرفتیم ولاگی از قدم زدن در خیابان تختی رشت ضبط کنیم. این خیابان که از خیابان‌های مشهور رشت هم هست، از یک سمت از میدان شهید انصاری یا همون میدان گلسار و از سمت دیگر خیابان شریعتی که متصل به میدان شهرداری رشت هست ختم میشه. میدان صیقلان و خیابان مطهری هم از مکان‌های معروف در نزدیکی همین خیابان هستش. راستی رودخانه معروف زرجوب هم از بخش‌های ابتدایی این خیابان عبور میکنه. بخش از محبوبیت خیابان تختی هم به خاطر وجود فروشگاه‌های تخصصی مربوط به وسایل داخلی ساختمونه. وسایل مثل کابینت و پارکت، پرده سرا، لوازم برقی ساختمان، لوستر فروشی. البته فروشگاه‌های دیگری هم در این خیابان وجود داره، ولی بورس تخصصی این وسایل. در این ولاگ ابتدا ما از خیابان شریعتی وارد خیابان تختی خواهیم شد و به دلیل طولانی بودن خیابان بخش‌های زیادی از این رو در مسیر رفت و برگشت با همدیگه مرور خواهیم کرد. ولاگ‌های زیادی از قدم زدن در خیابان‌های دیگر معروف رشت مثل خیابان مطهری، خیابان گلسار، بولوار و خیابان معلم، خیابان لاکانی و سبز میدان، میدان شهرداری و بسیاری از جاهای دیگر رو در کانال قرار دادیم که در پلیلیست مربوط به شهر رشت کانال ما میتونیم به راحتی اونا رو پیدا کنیم. راستی اگر به دیدن زیبایی‌های استان گیلان، جاهای دیدنیش و بازارهای محلیش هم علاقه دارید، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. در روزهای یک شنبه و پنج شنبه هر هفته در این کانال ما ولاگ جدید میذاریم. خواهشاً با لایک ها و کامنتاتون ما رو در مسیر بهتر شدن حمایت کنید و برامون بنویسید که دوست دارید از کجای گیلان زیبا براتون ولاگ تهیه کنیم. امیدوارم که از این گردش لذت ببرید.
ورزشگاه جهان سرپوشیده اینجا میره به میدون صیقلان.
خیابونی که میره سیغلان، میدون سیغلان. اشتباه نداره. با کلاسی بود. پاساژ حضرت الکتریکی لامبو برقی سسترا
این سمت میره شهرداری، این سمت هم میدون سیقلان و مطهری و سمت لبه آب و تازه آباد و جانبازان رای جان لنگرود.